اگه یه چیزی رو خیلی میخوای و دلت میخواد هر جور شده بهش برسی، الان یه تکنیک باحال یادت میدم که کلی کمکت میکنه. اسمش تکنیک 369 هست. نیکولا تسلا میگه اگه راز اعداد 3، 6 و 9 رو بفهمی، راز کل جهان رو فهمیدی. حالا این تکنیک چجوریه؟ خیلی ساده. اون چیزی که میخوای رو اینجوری مینویسی: صبحها 3 بار، ظهرها 6 بار، شبها 9 بار. با این کار ضمیر ناخودآگاهت رو هی شرطی میکنی که روی هدفت متمرکز بمونه و بهش بچسبه. ولی یه نکته داره. نباید بنویسی من یه ماشین میخوام. باید بنویسی من یه ماشین فلان مدل فلان رنگ دارم، یعنی جوری که انگار الان صاحبش هستی. صبح 3 بار با اطمینان بنویس. ظهر 6 بار با ایمان بنویس. شب 9 بار با حس خوشحالی که انگار بهش رسیدی بنویس. اگه این تکنیک رو درست انجام بدی، باورت نمیشه که چقدر سریع به خواسته هات میرسی. امتحان کن و حتما نتیجهشو بهم بگو.